تنها سلطان ترنس ایران، فرمانروایی که نامش در دفتر تاریخ تنها به عنوان آخرین جلایر آمده، اما در روایت‌های پنهان از او به عنوان نخستین سلطان ترنس ایران یاد می شود. این داستان سلطان حسین جلایری است. سلطان حسین واپسین فرمانروای دودمان جلایریان بود. مردی از تبار ایلخانان، برآمده در روزگار پس از فروپاشی مغولان، وقتی بغداد هنوز زخمی از سالها جنگ و فتنه بود. اما آنچه او را از دیگران جدا کرد نه جنگاوریش بود و نه سیاستدانیش، بلکه هویتی که با قرنها سکوت روبرو شد. نویسندگان دستگاهش از جمله احمد کتبی و میرزا شرف الدین در نوشته‌هایشان اشاره‌هایی گذرا دارند که سلطان شخصی به طبع نازک، دلنرم و لطیف خلق بود. وصفی که بعدها در تاریخ نگاری‌های دوره صفوی و عثمانی به نوعی رازآلودگی جنسی تعبیر شد. بعضی منابع دست دوم حتی نوشتند که سلطان حسین زنانه پوش و بخش عمده زندگی درونیش را با زنان دربار می‌گذرانده است. سلطان حسین آخرین فرزند شیخ اویس جلایری بود. تبارش از ایلخانان از نژاد جنگاورانی بود که با شمشیر بر ویرانه‌های خوارزم و ری حکومت کردند. اما تقدیرگویی از همان روز نخست متنی متفاوت برای او نوشت. درود به همراهان جان. به کانال تاریخ‌های جایگزین ما خوش اومدید. جایی که تاریخ رسمی سکوت کرده، اما ما از میان حاشیه‌ها حقیقت را بیرون می‌کشیم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. روزی در میانه آشوب‌های قرن 8 هجری، سلطانی بر تخت بغداد پا گذاشت که حتی زمان از تعریفش باز ماند. مردی با چهره آرام و روحی لطیف که در دوران شمشیر و خون انتخابش برای بودن و زندگیش او را به یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های تاریخ ایران بدل کرد. این داستان سلطان حسین جلایری است. فرمانروایی که جنسیتش راز بود و هویتش معمایی میان قدرت و لطافت. روزگار سلطان حسین روزگار بی خانمانی دولت ها بود. تیموریان از شرق در حال برخاستن بودند و بغداد و تبریز در میانه غوغای مدعیان. اما آنچه دربار جلایریان را با شکوه و در عین حال شکننده می کرد روح شاعرانه سلطان بود. در منابع آمده که خود او شعر می گفت، خوشنویسی می کرد و دوستدار نقاشی و موسیقی بود و شاید برای نخستین بار در تاریخ ایران پادشاهی داشت که به جای شمشیر قلم در دست می گرفت و وقت خود را با شاعرانی چون سلمان ساوجی می گذراند. در تاریخ نزهة المجالس حکایتی آمده که شبی سلطان حسین مجلس سماعی برپا کرد که در آن صدای چنگ و دف بغداد را به لرزه انداخت. اما روایت کننده به طعنه می نویسد پادشاهی که به جای فرمان خون فرمان نغمه دهد، دوامش در خطر افتد. و چنین هم شد. او در سال 776 هجری، یعنی زمانی که دولت جلایری خود را در میانه نزاع با تیمور لنگ و دیگر مدعیان محلی میسوخت، بر تخت نشست. در این دوران مردانگی به معنای قدرت نظامی و خشونت محض بود، اما
منابع تاریخی از جمله نوشته‌های احمد کتبی به توصیف عجیب از این سلطان می‌پردازد. او را طبعی لطیف و میل به هنر و مجالس انس بود. این توصیفات گذرا برای مورخان پسین تبدیل به سوژه پچ‌پچ‌ها شد. گزارش‌هایی محتاطانه از دربار، از لباس‌ها، سبک نشست و برخاست و ارتباطات نزدیکش با زنان دربار سخن می‌گفتند. این رفتار در آن عصر نه تنها غیر عادی بلکه خطرناک تلقی می‌شد. او در قلمرو شمشیر با قلبی ظریف فرمانروایی می‌کرد. در تاریخ نگاری کلاسیک اغلب شخصیت‌ها دو قطبی هستند، یا کامل مردند یا کامل زن. اما سلطان حسین جلالی در آن چهار دیواری تنگ قرون وسطایی هویت خود را فراتر از این دو تعریف جستجو کرد. منابع متعددی از جمله برخی نسخه‌های پراکنده تاریخ آل جلایر به این نکته اشاره می‌کنند که سلطان حسین در سالهای اولیه سلطنت به طور آشکار زیورآلات زنانه به تن می‌کرد و حتی در برخی مراسم‌ها خود را دختر می‌خواند که اشاره مستقیم به هویت جنسیتی او دارد. تصور کنید پادشاهی که در محاصره دشمنان بیرونی و دسیسه‌های درونی قرار دارد باید در هر لحظه قدرت خود را فریاد بزند، اما دروناً در نبرد با انتظارات جهانی است که او را آنگونه که خود می‌بیند نمی‌پذیرد. این تضاد در ادبیات آن دوره نیز بازتاب یافته. برخی شاعران درباری در مدح‌های رسمی لحنی دوگانه داشتند، گاه با اشاره به عزم راسخ او در جنگ و گاه با اشاره به ماهیت پنهان و نگاهی پر از راز او. محمد ابراهیم باستانی بعدها در روایت‌های شفاهی اشاره می‌کند که دربار به خوبی می‌دانست که سلطان حسین روحی سرگردان میان دو جهان دارد. این صرفاً یک انتخاب پوششی نبود. این دفاع از جوهر وجودی بود. او پادشاهی بود که مجبور بود نقاب قدرت مردانه بزند، اما روحش اصرار داشت که هویت واقعیش دیده شود. در جهانی که تفاوتی میان ترنس بودن و خروج از قواعد پذیرفته شده قائل نبودن، هویت سلطان حسین بزرگترین ریسک سیاسی او محسوب می شد. اما توازن در جهان سلطان حسین دوام نیاورد. رقیب اصلیش تیمور لنگ با عزمی پولادین به قلمرو جلایریان چشم دوخته بود. در نبردهای نهایی شاید ضعف سیاسی و نظامیش بر او چیره شد، یا شاید انرژیش صرف مبارزه درونی تر شده بود. در سال 814 هجری تیمور بغداد را فتح کرد. آنچه پس از سقوط رخ داد تراژیک ترین بخش ماجراست. مورخان تیموری که در پی مشروعیت بودند سعی کردند هر آنچه از ناهنجاری سلطان حسین به جا مانده بود را پاک کنند. آنها او را به عنوان حاکمی ضعیف و سوس عنصر معرفی کردند که لیاقت حکومت نداشت و بسیاری می دانستند که این چنین نبود. در کتاب زبدة التواریخ به اشاراتی برمیخوریم که گفته شده تیمور دستور داد هر گونه یادگاری که نشان دهنده آن خصائص غریبه بود از میان برود. این سانسور برای همین بود که سلطان حسین به جای نماد مبارزه برای هویت تنها به عنوان یک شکست خورده در تاریخ ثبت شود. سلطان حسین در نهایت در اسارت یا در تبعیدی مبهم جان باخت، اما
رد پای وجودیش در لابلای واژه‌های سانسور شده تاریخ باقی ماند. او نه یک شاهزاده قاجار با اسناد محرمانه است و نه یک شخصیت افسانه‌ای. او یک حقیقت تاریخی است که میان دو مرز ایستاد. حالا وقت آن است که با روح سلطان حسین جلالی به یک تاریخ جایگزین سفر کنیم. اگر سلطان حسین می توانست در زمان ما زندگی کند، اگر ابزارهای پذیرش و درک امروزی وجود داشت، آیا سرنوشت تاریخ ایران تغییر نمی کرد؟ تصور کنید اگر شور و اشتیاق هنری سلطان حسین نه صرف حفظ بقای سیاسی می شد، بلکه به مرکزیت هنر و مدارا در پایتخت تبدیل می گشت. به جای نبردهای مداوم برای زمین، شاید شاهد یک رنسانس فرهنگی در بغداد بودیم، جایی که تنوع هویتی نه یک نقطه ضعف بلکه منبع قدرت و خلاقیت شناخته می شد. شاید تمدن جلالی با پذیرش این لایه ظریف از هویت انسانی می توانست در برابر تیغ تیز تیمور مقاومت کند، نه با خونریزی بیشتر بلکه با استحکام فرهنگی که از درون تغذیه می شود. سلطان حسین جلالی آخرین سلطان یک سلسله بود، اما او نخستین فریاد برای بودن در معنای کامل کلمه در عمق تاریخ ایران بود. او به ما یاد داد که گاهی بزرگترین شجاعت نه در قدرت دست شمشیر که در حفظ اصالت درون است، حتی اگر تمام دنیا در برابر آن صف بکشد. تاریخ هرگز نمی میرد، بلکه تنها منتظر است تا ما داستانهای واقعیش را بازنویسی کنیم. این چکیده ای بوده از زندگی تنها سلطان ترنس ایران. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای آینده باخبر بشید. خوشحال میشم نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا ما با انگیزه بیشتری به معرفی و روایت تاریخ هوشمند ایرانمون بپردازیم. تا ویدیویی بعد، درود و 200 بدرود. Oh, follow the alternate history channel.